بیایید واقع بین باشیم. آیا زندگی عکس‌هایی است که شب و روز ما و شما از کسی در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم؟ آیا زندگی صحنه‌هایی است، بگذارید این طوری بگویم، صحنه‌های عاشقانه و رمانتیک است که در فیلم ما و شما می‌بینیم؟ خیر، مقصد من زندگی واقعی است. زندگی واقعی خیلی متفاوت از شبکه‌های اجتماعی یا صحنه رمانتیکی که در فیلم می‌بینیم است. زندگی واقعی خیلی متفاوت از این هاست. شما ظاهر زندگی یک کسی را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، اما از باطن زندگی او خبر ندارید. آنچه برای ما و شما بسیار مهم است این است که نباید باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی کسی مقایسه کنیم و این هرگز عادلانه نیست.